بسم الله. بخ 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 بخ. بسیار خوشمزه آماده. بسیار خوب میشه. داره. چی آب سرد نازنینه. حتی طفلا هم از این موقع استفاده میکنه دستای خود میشورن. من میگیرستم تا شیرین حالا کمک آتش شلش بشینه آرام شود باز از اضافه میکنه. بسیار عالی. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی جدید از بین طبیعت. قرار است که من با دوستای عزیزم مسعود جان و تمیم جان یک کباب بپزیم اینجا و امیدوار هستم که این ویدیو خوشتان بیاد. ویدیو را تا آخر تماشا کنید، با ما باشید. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور سعادتمند باشید. امروز بازم یکی از روزه بهترین روزه افتادی اومدیم با جمله دوستان و جان مسعود جان همینجا جایتان خالی دیگه یک کباب گفتیم جور کنیم. سلام علیکم دوستان عزیز، انشالله جور سعادتمند باشید. چی آب سرد نازنینه. حتی طفلا هم از این موقع استفاده میکنه دستای خود میشورن. آب والا بسیار آب خوب است، سرد است هم تا بسیار خوب است دوستان به خاطر اطفال. مسعود جان بچه ها گفتم خوب از اینجا لذت ببرن دیگه. آب شوب دیگه در حالت سوختن است. شوب در حالت سوختن است. طبیعت هم که یک بهترین طبیعت است. از همه کده کوه بسید کوه بد است. خب زغال چی وقت اضافه میکنی؟ زغال کمک آتش شلش بشینه آرام شود باز از اضافه میکنه. بسیار عالی. دوستای عزیز، قسمی که تماشا میکنین در ویدیو، امروز هوا بسیار آفتابی، بسیار هوای خوب و ما هم به میله آمدیم همراه لالا مسعود و لالا تمیم دیگه بعد از نوشیدن چای. بخیر لالا تمیم چی کنیم؟ بعد از چای بخیر اول سلام دوستای عزیز. بعد از این چای با شروع میکنیم در کباب جور کردن دیگه بخیر. جای بعضی دوستای مخالف. سلام علیکم دوستان عزیز، جای همایتان خالی.
ترکستان جای همیشه گل همیشه گل نیست او چه قصر دست به خدا فقط او سالنگ باشه. خب دوستان عزیز قبل از اینکه بریم بخیر کباب شروع کنیم به پختنش دستای خود شستیم و میریم بخیر. شما را هم دعوت میکنیم جایتان خالی عزیزا با ما باشید و این ویدیو را بخیر تا آخر تماشا کنید. بسم الله. لا 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 لا. بسم الله. خوش مزه مالا. بسیار خوب. دوستان عزیز قرار است ویدیو را در اینجا خاتمه بدیم و تا ویدیوی بعدی شما را به خدای پاک میسپاریم. خداحافظ. خداحافظ دوستان عزیز. خداحافظ دوستان.